اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان امور انتظامی بعد از اینکه بحث انفاق فی سبیل الله را فرمود، لہذا بیان کرد آخری امری از امور انتظامی. اگر شما با هم معامله دینی داشتید، مبی را نقد می دادید و ثمن را بعد از مدتی می گرفتید، لہذا این حتما مکتوب کنید، مبی را مشخص کنید، ثمنش را مشخص کنید و تاریخ پرداختش را هم مشخص کنید. چنانچه امروز همین چک هایی که مردم میدن عمل به این آیه هست، میعاد پرداخت را معلوم میکنه. حالا این دیون را کی بنویسه؟ لہذا کاتب بنویسه. الحمدلله امروز اکثر مردم در دنیا نوشتن و خواندن بلدن، پس کسی که بدهکار است باید خود بدهکار بنویسه، بهتره. اگر خودش نوشته بلد نیست، کاتب را بگن که بنویسه. معامله دینی را حتما الله تعالی فرموده مکتوب کن. این حکم خدا هست. چرا؟ اگر شما مکتوب نمی کنید، با کلم خود نمی نویسید، فردا شبهی پیدا میشه. خصوصا اگر امروز انسان نگاه کند با این معامله های طویل و عریض و با این حافظه های کم، اگر دفتری برای نوشتن و یادداشت نباشد، چقدر انسان. حالا گاگای ما خود ما میگیم بده می نویسیم، دوستان میگن نه نمیخواد بنویسیم، نه حکم خدا. و واقعا اگر نوشته نمی بود، گاگای خود من اکثر با کلم خودم می نویسم که اگر نوشته نمی شد با کلم خود، شک در دل پیدا میشه. وقتی انسان با کلم خودش می نویسه، با خط خودش می نویسه، تاریخ می نویسه، حتی همین دیونه هایی که ما انسان از مغازه خوردنی، نوشیدنی، لباسی، حتما باید اینه بنویسی. و اگر نوشته نمی بود، خب یاد من نمانده. حالا ما که هیچی، بله کسانی که بردگی و داد و ستدشون زیاده اگر نوشته نکنن که هیچ، اون نوشته هست که محفوظه. و بهترین صورت همینه که کسی که بدهکار است او بدهکار بنویسه. این بزرگترین آیه در سوره قرآن مجید هست این مسئله را. ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اذا تداینتم بدین، وقتی شما معامله کردید دینی، الی اجل مسمى، تا تاریخ مقرر، یعنی تاریخ پرداخت را حتما باید مقرر کنید که چه زمانی شما میدید. ها اگر تاریخ را شما مقرر نکردید، معامله درست روی اعتماد، بله بهتر اینه که تاریخ پرداخت را مقرر کن، نزاع کمتر میفته. وقتی شما میگی بعد از 6 ماه من از شما پول میخواهم، خب دیگه تا 6 ماه شما حق نداری پیش او برید. 6 ماه هم که گذشت او باید بده. و امروز همین چک هم عمل به قرآن تاریخ را مشخص میکنه، اگر کسی به میاد نداد زارش میکنه و حق او ضایع نیست. مدرک بسیار معتبریه. همین اینا مدرکه. اگر این مدرک نیست لازم بنویسید، هیچ دینی را بدون نوشتن نگذارید. هر معامله که شما دینی میکنید نقدی نیست، حتما این را مکتوب کنید و از نوشتن آن خسته نشید. چقدر الله سبحانه و تعالی توصیه، وقتی شما معامله کردید دینی که مبی را نقد دادید و ثمن را بعد میگیرید، یا این که به سلمه پول شما نقد میدید و مبی را بعد از مدتی بگیرید، پول نقد میدید، این هم نوشته کنید. ثمن نقده یا مبی نقده، چیزی دیگر قرضه،
اونم مشخص کنید. اون قرض هم باید چیزی باشد که معین بشه که چه ماشینی با چه کیفیت، اون کیفیتش هم باید نوشته بشه. فاکتبوه، حتما او را مکتوب کنید، این دین خود را مکتوب کنید. و این فاکتبوه استحبابیه، واجب نیست، به دلیل اینکه قرآن گفته اگر بعضی بر بعض دیگر اعتماد کرد و نوشته نکرد، لذا اون انسان معتمد علیه حتما دین او را بده دیگه، به زیر نزنه. حالا بعد اعتماد میکنه میگه نه از شما چک میخواییم و نه نوشته میخواییم. خب چک نمیخوایی، نوشتن به عنوان یادداشت کنید، و اگر نوشتن نکردید هم جایزه، اعتماده. ولی واقعا انسان هر چقدر اعتماد دارد لیکن فراموشی زیاده، حتما باید این نوشته کنید. ما گاگاه چیزای جزئی خرج میکنیم، دوستان میگه بده من با کلم خودم مینویسم، مگر نه نمیخواد بنویسیم، نه خدا گفته بنویسیم. واقعا این نوشتن اینه که بعد مدتی ما فراموش میکنیم. اونها اگر یادآوری نکنن که ما فراموش. حالا گاگاهی از مغازه هایی که ما بردگی داریم، حالا من میگم شما از من دین میخواهید بیاری دفتر، یا میخواهید یا نمیخواهید. همین روزا از کسی من غرضی کرده بودم، من فکر کردم که من دینش دادم، توی ذهن من همینطور بود. خب بیارید، بله معلومه که من خودم نوشتم و دین ندادم. خیلی چیزی مهمیه، اگر انسان بدگمان نمیشه. باید اگر کسی خودش قلمی دارد بدهکار باید بنویسه، نه طلب. وقتی بدهکار با کلم خودش می نویسد دیگه هیچ نوع شک و شبهه‌ای ایجاد نمیشه. باید بنویسن ها. اگر طرفین که معامله میکنن با مشتری نویسندگی بلد نیستن، یعنی اون بدهکار بلد نیست بنویسه، خب نویسنده باید به عدالت بین آنها بنویسه. الحمدلله امروز اکثر مردم خودشون میتونن بنویسن. و این که میگن صاحب دکاندار تو بنویس، هم این احتمال شبهه و بددلی را داره. انسان باید خودش بنویسه. این که بانکها و این همه است، عددی هم می نویسن، حروفی هم می نویسن، این هم خیلی خوبه. حالا با یک صفری 100,000 چقدر فرق می؟ 900,000 برای او اضافه میشه با یک صفر. چون یک معاملات و داد و ستد زیادی دارد، با یک صفر 100,000 900,000 اضافه میاد بران 1,000,000 میشه. تو لحاظا باید کسی حروفی هم بنویسه، عددی هم بنویسه که هیچ نوع شبهه‌ای نیاید. همین چک‌های بانکی را و این چک‌های که وثیقه هستن به عنوان وثیقه می‌نویسن، همه هر دو عدد را می‌نویسن و این هم دستور تقریبا شرعیه و این هم عمل به شریعت. پس بنویسن بین شما ای بای و مشتری کاتب به عدل، در نوشتن زیادتی و کمی نکنند. اکثر انسان ها در حقیقت کاتب نبودن، نویسنده ها محدود بودن. لذا توصیه شد که کاتب در نوشتن خیانت نکنه، زیاد ننویسه کم ننویسه. ها ولا یاب کاتب ان یکتب، نویسنده هم نوشتن ابا نکند. چرا؟ این کاف به معنی لام هست، لام تعلیلیه، کاف تعلیلیه، به خاطر اینکه خدا او را تعلیم داده. این نوشتن یک نعمت بسیار بزرگ سروران گرامی که الله تعالی به او را تعلیم داده. کاف تعلیل لما علمه الله، خدا بهش تعلیم داده. قدر این نعمت را بداند، سست نشه، کوتاه نبره، با وقت نداره فرصت نه بنویس. بای و مشتری با هم معامله کردن سواد ندارن، پس اون شخصی که سواد نداره بدهکار، پس کاتب بنویسه و عدالت را هم در نوشتن رعایت کنه. فلیکتب،
ولیملل الذی علیه الحق، املا بگه به کاتب کسی که بر آن حقه، یعنی مقروض. ولیتق الله ربه، و این مقروض هم از خدا بترسه که ربش هست، اختیاردار و مالکش هست. در نوشتن به کاتب که مقاس نده، به کاتب نبینی که بنویس 10,000 از من میخواه. بدهکاری های بنده به مثلا عبدالله 100,000 بنویس 10,000، 10,000 بنویس 20,000. طور نکن. باید این نویسنده که حق بر آن هست ولا یبخس منه شیء، چیزی کم نکنه. 20,000 10,000 بنویسه، اینطور نکنه. خب حالا این کسی که بدهکار است، دیوانه یا ضعیف به خاطر پیر ناتوانه یا استطاعت ندارد که املا کند، دو صورتن، به خاطر اینکه زبان اون کاتب را نمیداند یا گنگه یا زبان نمیداند، تو لحاظا ولی این سفیه و دیوانه یا ضعیف یا کسی که استطاعت املا گفتن را به کاتب ندارد، ولی او عدالت را در رعایت کند، درست بنویسد بدهکاریای او را برای طلبگار. اگر هست اون شخصی که بران غرض حق هست، مقروض اگر هست، سفیه دیوانه کمعقل یا ضعیفه، پیر و ناتوانه یا بچه یا استطاعت ندارد که املا بگه چون زبانش گنگه یا چون زبان را بلد نیست که برای کاتب بگه. کاتب فارسیه و او اردو میداند، فارسی نمیداند، خب او نمیتواند املا کنه برای کاتب، پس املا کند ولی این معذور به عدالت بدیهای او را به کاتب بگه که بنویس اینقدر از این آقا فلانی میخواد. و موقع نوشتن واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو گواه هم بگید که مرد باشن. اگر دو گواه مرد مسلمان نیست تو 2 تا مرد وجود ندارد، پس یک مرد و 2 زن گواهی این ماجرا و این معامله بشن. از اون مرد و زنانی که شما طرفین آنها را پسند میکنید، اینها انسان درستن، به موقع میان شهادت میده اگر اختلاف پیش بیاد. حکمت این که 2 زن در برابر یک مرد که نسیان غالبا در زنان بیشتره، به خاطر این که فراموش کند یکی از آن 2 زنان از تذکر بدهد یکی به دیگری که بله خواهر من تو هر 2 گواه بودیم این قدره، او را یاد بده. زن را بهتر میتونه تفهیم کنه. قرآن دارد این چیز را میگه فتذکر احداهما الاخری، یکی از آن 2 زن دیگری را تذکر بده وقتی فراموش کرد. باز هم حکم پنجم نه از انکار. شهدا اگر ضرورت شد که شما در یک ماجرای گواها بیان گواهی بدن، الله تعالی میگه و گواها شما هم از دادن گواهی ابا نکنید. اختلافی پیدا شده و گواه باید بیان گواهی بدن. ولا یأبی الشهداء اذا ما دعوا، وقتی خوانده شدن برای گواهی. اختلافی بین این معامله کنندگان بای و مشتری رخ داده، شما گواهی حالا به محضر قاضی بیاید گواهی ادا کن. باز قرآن توصیه می کند که خسته نشید از نوشتن اون دین، سواء کان صغیرا و کبیرا، او کم باشد یا زیاد باشد، معامله کلانیه یا معامله کمی. حالا در جمهوری اسلامی 10,000 و 20,000 و اینا معامله های کلیلی هست، معامله های کلان میلیون از اون طرف را بره، اینا همه بنویسی. از نوشتن دیون خسته نباش، لا تسأمو از نوشتن دین، در حالی که کم باشد یا زیاد باشد، تا تاریخش هم الی اجلی تا میاد پرداخت حتما بنویسی. این نوشتن زیاده عادل نزد خدا.
حق کسی به دیگری نمیرسد و راستره برای شهادت شاهدان. شاهدان میگن 2 میلیون، نوشته هم 2 میلیون. خب این راستره، برای گواهان آسانتر میشود همراه با شهادت. یا برای ادای شهادت. و خیلی نزدیک این نوشتن که شما شک و تردید نکنید. وقتی حضرت با کلمه خودش نوشته 10,000 تو طلبگاری، دیگه چه شکی در دلت میاد. لیکن اگر او نوشته تو فکرت هست که من دادم، دیون من ادا کردم، و او نوشته پایین اون نام تو یا نام لیستی که تو پرداخت کردی پایین نوشته 10,000 تو بدهکاری، در دل انسان شک میاد. بل اگر وقتی خودش نوشته یا مثلا اعتماد داره که در نوشتن اون طرف طلبگار مقاصد نمی کنه، باز هم خوبه. خلاصا نوشتن خیلی نزدیکه که شما شک نسبت دیگر نکنید. ها، از نوشتن آزادید که اگر باشد تجارت دست به دست حاضره، شما تو دیرون ها بین دستهای خود میگردانید، فلیس علیکم جناح الله تکتبوه، نیست بر شما گناهی که شما آن را ننویسید. معامله نقدیه. معامله چیه؟ نقدیه. پول هم نقده، ثمن هم نقده، مبیع هم نقده. لحظه اگر ننویسی گناهی بر شما نیست. رادیو می خرید، پولش هم نقده، نوشتن لازم نیست که اکثر هم فاکتور میدن. اینا فاکتور نوشتن. اگر تاجرها فاکتور میگیرن، من اینقدر جنس از شما بردم، فاکتور شبیه نیست. فاکتور نوشته میشه، پولش هم پایین فاکتور نیستن، نقد شد. مثلا زرگرها عموما می نویسن، اگر قرض یادداشت میکنن روی فاکتور. دیگر جنسیات می خرید، فاکتور شبیه نیست. اگر شما شبه میکنید فاکتور بنویسید، اصل فاکتور هست اونجا. اگر دین یادداشت میکنید، اگر دین نیست هیچ. اگر دست به دست شما نوشته نکنید گناهی نیست. و موقع معاملات بزرگ شما شاهد بگیرید و اشهدو اذا تبایعتم. بس اوقات یکی میمیره میگه من از او 10 میلیون میخوام. چی مدرک داری آقا تو 10 میلیون میخوای؟ هیچی، من او بودم و خدا. حالا اگر اولیاء میت حاضر نباشند و خبر نباشند حق او ثابت نمیشه. چطور بابا او داشته؟ اگر چه معامله سری بوده او همراه داره، او از ماجرای خود دیگران را خبر میکنن، 1 نفر 2 نفر. نه من او بودم و خدا بودم. نوشته داری، تایید داری، خط داری؟ نه. بعد یا نوشته ها در معامله سری به نامه های دیگر نوشته میکنن، یادداشت میکنن. گواه کنید وقتی معامله کردید، گواه بگیرید جلوی مردم، من با فلانی معامله کردم. حالا امروز خصوصا مردها کیش مشخص نمیشه، سوار با ماشین تصادف میکنه. حالا نه طلبهاش را کسی میدانه و نه بدیهاش. هیچ وقتی انسان معامله های خود را بدون نوشتن نگذاره. بنویسه. حالا اینکه نوشته نمی کنن، نه طلبهای خود را بدون نوشتن بگذاره نه بدیهاش. انسان باید بنویسه. امروز را تا فردا هم نگذاره. چرا که معلوم نیست. موتهای خصوصا امروزی خیلی ناگهانیه، تصادفن، تیرن. خب لحظه نوشته خیلی چیز خوبیه. الله تعالی تمام قوانینی را برای نظم ما گذاشته که شما نظم شما برقرار میشه. بنویسید اشهد
گواه بگیرید اذا تبایعتم، با هم معامله کردید دینی. اکنون الله تعالی میگه کاتب، شاهد ضرر داده نشن. ناحق این بخواهید به خاطر مصالح خیش شاهد را و کاتب را ضرر ندید، اونا چه گناهی کرده؟ لا یضار کاتب ولا شهید، نویسنده و گواه ضرر داده نشن، یا نویسندگان و گواهان ضرر ندن، چون لا یضار معروف و مجهول خوانده میشه. این کاتبها و شاهدها بر علیه کسی ضرر وارد نکنن، غلط ننویسن، غلط گواهی ندن، ضرر ندن کاتبها، یا خود کاتبها ضرر داده نشون. و ان تفعلوا، اگر این کار ضرر را به کاتبها شما ضرر دادید یا کاتبها در نوشتن یکی را ضرر دادن، با کسی عداوت داره نویسنده هم همینه، 1-0 اضافه زده. گواه هم میخواد به خاطر کسی گواهی غلط بده، تو به این خاطر سربران گرامی الله تعالی میگه هر کس غلط گواهی بده، کاتب یا شاهد، تو فإنه فسوق بكم، این فسقی. یا شما کاتب را و شهید را ضرر دادید، این ضرر کاتب و شهید یک فسقیه، نافرمانیه که اون فسق با شما هست، به خاطر حقوق بنده را شما نافرمانی کردید. واتقوا الله، کاتب، شهید و معامله کنندگان از خدا بترسید. و تعلیم میدهد شما را الله تعالی احسانا، احکام مفیده را به شما تعلیم داده. امروز همین دستور الهی در تمام دنیا اجرا میشه، معامله ها دیون نوشته میشه و این توصیه از اسلام بوده، از خدا بوده. امروز اگر نوشته باشد اختلافهای بسیار طویل و عریض ناحلن که نوشته نیست، اگر فاکتور رو نوشته باشد حل اختلافات یا سنگین نمیشه. و شما را تعلیم میداد الله تعالی و خدا به نسبت به هر شی دانا. حالا شما در سفری هستی یا حاضری، نویسنده ای نیست و شما معامله دینی میکنید، رهن بگید. رهن چیه؟ حالا امروز بعض چیزها را رهن میگن، لیکن رهن شرعی اینه. حالا من از شما این رادیو را گرفتم، شما اعتماد ندارید که من میرم بر میگردم و پول شما را میارم، با من آشنایی ندارید و من هم میگم امروز من نیاز دارم، شما باید این چیز را به من بدید. من الان نیاز دارم، پول را 2 ماه دیگه به شما میدم. شما اگر اعتماد دارید به نوشتن، خب می نیست. اعتماد دارید که مال شما را میارم میدهد، خب میدید. و اگر نه شما میگید که من اینطور نمیدم مگر شما ساعت خود را اینجا رهن بگذارید. رهن بگذار، وقتی پول من آوردی ساعت خود را بردم. اینه میگن در شریعت رهن. رهن در شریعت یک وثیقه‌ایه که دین طلبگار ادا بشه. اونی که رهن میگذاره در شریعت او را راهن میگن و او مرتهنه. مرتهن برای استیفای حق خودش میگه این چیز را رهن. حالا با بحث رهن در کتاب فقه، کتاب الرهن هست که در صفحات صورتهای جایز و ناجایز آن را نوشته کرد. فرانقدر که در قرآن آمده است رهن همین سروران که طلبگار چیزی از او بدهکار پیش خودش نگاه می‌داره تا او حق دین او داده بشه، پس این اون چیزش میده و او نمیتواند از این رهن
استفاده کنه، از این مرهون استفاده کنه. مرتهن راه گذاشته، ساعتش اونجا باید گذاشته بشه بدون که استعمال کنه. روزی که پولهاش آورد میگذاره. حالا در شهرستانها انسان ها نیت پیدا میکنن به پول، بابا من قرض بده، به من 10,000 تومان قرض بده، ساعت من 60,000 تومانه، من اینه برای شما میگذارم، فردا هم که من آوردم 10,000 شما را ساعت من نمیده. حالا در شهرستانها که انسان آشنایی ندارد این صورت است که خدا گذاشته صورت رهنگذاری. هر کسی هم که وجدان داشته باشد حتما میده. ساعت 60,000 تومانی را در برابر 10,000 تومان نمیده، مکنه آوردی خب ران پیشی کنه و اگر نیارد او میتونه این ساعت را بپروشه 10,000 تومان خود را تکمیل کنه، باقی مانده را برای شروع داره. این همون صورتی که اسلام برای تسهیل انسان گذاشته. اینکی رهن میگذاره، غاب اینک 100,000 تومان در مقابل 10,000 تومان. اگر او دانایی باشد میگه بابا غاب 100,000 تومانی چی؟ درست شیشهش درد نمیکنه، غابش خالی. حالا به طور مثال اینه میگه رهن. و اگر شما این کید بیان رهنه، کید احترازی نیست، رهن را در حضر هم انسان میتونه بگذاره. اگر شما بودی بر سفر و ندیدید کاتب، ولی اگر الان کاتبی هم باشد باز رهن گذاشتن درسته. فرهان مقبوضه، پس رهن قبض کرده شود در قبضه صاحب حق باشد. پس اگر اون آقا بدون رهن به شما اعتماد کرد دین داد، فین امن بعضکم بعضا، اگر امین قرار داد بعض شما بعض دیگر را بدون گرفتن رهن بدون وثیقه به شما داد، الله تعالی میگه ای کس که به تو اعتماد شده است تو ادای حق بکنی. اینه که تو جیب زدی و دیگه انکار کن، چه دلیل داری از من قرض میکنی؟ حالا امروز مثلا همین چیزها چی میگن؟ چک اینها مدرک دولتیه و دست اونها داده دولت، شماره چک به دست اوه، فردا اونا فوراً احضار بکنه. پس ادا کنن آنهایی که امانت اعتماد کرده شده بر آنها، امانتی گوی این دین مردم امانت بگردنشون و بترسد از خدا که رد او هست و کتمان نکنه شهادت را شاهدها. بیان حرمت کتمان شهادت و هر انسانی که شهادت را کتمان می کند ماجرای در شاهده تو فینه آثم قلبه. معامله کرده، دو نفر گواه کردن، حالا نوشته نکردن یا نوشته کردن اونو انکار میکنه، گواه بیان گواهی بدن. اگر گواهای ماجرا گواهی ندادن قلبشون گناهگاره، آثم قلبه. و من یکتمها، هر که کتمان کند این گواهی را، تو فینه آثم قلبه، به تحقیق گناهگار قلب بود. سبحان الله، گناه تا قلب او رفته. چون او گواهی را، هر ماجرای گواهی را انسان نباید کتمان. انسان دید که یکی کسی را کش، این گواهی را کتمان کردن گناه قلب است. مال کسی را دزدید، اگر میخواهد پرده پوشی کنه او را محرمانه بگه حقش بده، ورنه من گواهی میدم. چرا؟ اگر برای پرده پوشی او گواهی نده تو حق دیگری ضایع میشه. ادای گواهی ولو هم که برای سر انسان فدا بشه، انسان باید گواهیش راست بده، ولو هم که بر علیه پدر و مادر و خود انسان هم تمام بشه، گواهی درست. گواهی را کتمان کردن گناهگاره. فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. الله تعالی به آنچه که شما عمل میکنید خبر داد. شما چه عمل میکنید؟ این بزرگترین آیه قرآن عظیم الشان هست و در این آیه الله تعالی امور انتظامی معاملاتی را، یعنی کتاب رهن را و کتاب سلام را و بیع را بیان.
و فقها این آیه را تا حد کافی تشریح کردن. ولی برای رب چقدر کجا فرعان و مفقوده حالا فقها خوب تعریف کردن رهن را و خوب بست کردن و شرح دادن. اگر شما انسانها ظاهر کنید از زبان یا از دست و پا و جوارح آنچه را که در دل دارید از اعمال قلبی مثل عقاید فاسده و اخلاق ذمیمه و عزم معاصی یا مخفی کنید، به هر حال الله تعالی حساب میکند شما را. یحاسبکم به الله، شما را حساب فیغفر لمن یشاء، میبخشد برای هر کسی که بخواهد بدون کفر و شرک گناههای دیگر را و عذاب میدهد هر کسی را که بخواهد و خدا بر هر شی قادر. این آیه وقتی سروران گرامی تلاوت شد بر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گران تمام شد. گفتن در دلهای ما یک سری خیالاتی می آید که ما از اظهار اون خیالات عاجزیم، از اظهار اون خیالات عاجزیم. لہذا اگر خدا ما را بخاطر این خیالات حساب بکنه که کار ما تمام. وسوسه خیالات در قلب انسان خطور میکنه. خدا اگر باشد اینا را حساب بگیره از ما این کار ما تمام. آیات بعدی نازل شدن و الله تعالی و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون وساوسی که در دل انسان میآیند و در اختیار انسان نیستند. و حتی صحابه اظهار کردن که یک سری خیالات تصورات در دل ما میاد که ما نمیخوایم آنها ظاهر بشن ولو ما هم که زغال بشیم. و برای اینها فرمود پیغمبر که این صریح ایمان، این وساوس که در اختیار انسان نیست، برای این وساوس الله تعالی کسی را گرفت نمی کند، که در اختیار انسان نیست. بی خاطر الله تعالی ترغیب داد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ایمان آورده پیغمبر به آنچه نازل کرده شده به جانب پیغمبر از ربش، و مؤمنون، ایمان صحابه و مدح بر ایمان شما. ایمان صحابه و المؤمنون عطف بر رسول، ولهذا ایمانی که پیغمبر آورده مؤمنون همون ایمان را آورده. خب ایمان پیغمبر و مؤمنون چیه؟ تشریح و تفصیل ایمان. کل، هم پیغمبر و هم مؤمنون ایمان دارن به خدا، یعنی به وحدانیت خدا و به دستورات الهی و به فرشتگان الهی ایمان دارن و به کتابهای الهی و به پیامبران الهی. این همه مؤمن بهیه. ایمان پیغمبر به دستورات الله، به فرشتگان الله که مخلوق نورانی و خدا را نافرمانی نمی کنند، کتابهایی که خدا نازل کرده و پیامبرانی که خدا اعظام کرده. پیغمبر و مؤمنون تمام انبیاء الهی را قبول دارند به این کیفیت که لا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ چیزی از انبیاء ما تفریق نمی، به رسالت همه انبیاء ایمان دارند. نیست یک نبی را رسالت چه قبول کنند و یکی را رد کنند، نه، رسالت همه انبیاء را قبول دارند. لا نفرق بین احد من رسوله. امت صحابه و قالوا سمعنا، همه مؤمنین گفتن ما شنیدیم فرمان خدا را و اطاعت کردیم از فرمان خدا. غفرانک، این مفعول بهی است، طلبنا غفرانک، طلبگار بخشش تو هستی، سائل بخشش توی. ای ربنا منادا و الیک المصیر، و به بارگاه تو بازگشت همه جهانیان. و سروران گرامی، این ایمان اگر امامت
مقامی بالاتر از رسالت و نبوت می بود حتما اینجا در و جز مومن بهی می بود می گفتن که کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و ائمته و رسوله. کلمه ائمه می آمد. معلوم میشه که ایمان به امامت هیچ امامی لازم نیست که ما حتما باید ایمان بیاریم که او امامه یا او امامه. من قبلا عرض کردم در تمام قرآن عظیم و شان تشریح ایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسوله الیه المسیر والیوم الاخر باید انسان همش ایمان داشته. همان تفسیر این تبدو هست. اگر ظاهر کنید یا مخفی کنید ما فی انفسکم را خدا شما را حساب میکنه. اکنون اللہ تعالی میگه برای و ثابت حساب نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف نمیدهد خدا هیچ نفسی را مگر اندازه طاقت او. لها برای آن نفس هست آنچه کسب کرده و بر علیه آن نفس هست که آنچه او کسب کرده. ربنا بار الها لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نفرما اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم. ببینید رسول علیه السلام فرمود از امت من نسیان بخشیده شده. پس چرا میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا؟ نسیان که بخشیده شده. بی خاطر سروران گرامی شکرا لله، نسیان اگر که بخشیده شده دیگه میگه ربا بر اثر نسیان ما را گرفتن. و در مشکل الاثار و تحاوی آمده که اینجا مراد از نسیان ترک. اگر ما دستور تو را ترک دادیم عمدن یا خطاً ما را گرفت نفر. این لطف خدا هست که الله سبحانه و تعالی تعلیم داده. بندگان خوب را تعریف کرده که بندگان خوب کسانی هستند که میگوین ربنا لا تؤاخذنا اگر ما نسیانا ترک دادیم یا عمدن ترک دادیم او اخطانا یا خطا کردیم. بین خطا و بین نسیان فرق اینه. در باب روزه نگاه کنید، یکی اصلا یاد نمیده من روزم آب میخوره، هم روزه هست و هم روزه اون نشکست. یکی در فکره که من روزم آب برای مزمزه تی دهن میبره، این آب بدون اختیار فرو میره. این خطاه. در خطا کفاره نیست لیکن قضا هست و در نسیان نه کفاره هست و نه قضا. پس عمد را به طریق اولا اللہ تعالی میبخشه. ربا باز این ربنا برای جلب رحمت ها حمل نکنی بر ما باری، چنانچه که اون بار را بار کردی حمل کردی بر آنهای قبل از ما بودن، یعنی از بارگران روی ما نگذار. ربنا بار اله ربنا لا تحملنا، حمل نکنی بر ما آن باری را که طاقتی ما نداریم برای تحمل آن بار. ما لا طاقت لنا به، بلکه واعف عنا، عفو فرما ما، ببخش ما را. لا تؤاخذنا این مقابله ہوئے یعنی واعف عنا. لا تحملنا بمعنی واغفر لنا، ولا تحملنا بمعنی وارحمنا. انت مولانا، تو کارساز ما در دو جهان، تو مشکل گشای ما در دو جهان، تو ناصر و مددگار ما در دو جهانی. آخرین دعا فانصرنا علی القوم الکافرین، ما را نصرت بده در برابر قوم کافر.
سروران گرامی، این دو آیه از آمن الرسول تا پایان فانصرنا علی القوم الکافرین در حدیث آمده و با فاتحه خدا این آیات را به رسول الله عنایت کرده، به هیچ نبی قبلا عنایت نشد. و اگر یک مسلمانی در شب این دو آیه را بخواند، شب اون مسلمان در عبادت حساب میشه و این مسلمان از غافلین حساب نمیشه. نعمت‌های هستن این دو آیه با آیه فاتحه که رسول علیه السلام فرمود به هیچ کسی قبل از من به از انبیاء این نوع آیات داده نشد. دعایی که خدا در پایان سوره به بندگان مژده داد، در سوره فاتحه هم به ما دستور بود که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو استعانت می‌خواهیم، تو را عبادت کنیم. در وسط سوره گفته شد که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، من فریاد کننده را جواب میدم. الله سبحانه و تعالی نحوه دعا را در آخر آموزش داد. عبادتی که مغز آن دعا هست خواستنه، با چه کیفیت و چه کلماتی ما بخواهیم. الله انقدر رحمت کرد که در پایان سوره مغز عبادت را که خواستن و دعا کردن به ما آموزش داد که با این کلمات از من بخواهیم. بل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. باری که بر گذشتگان میگذاشتی خدا چنان باری بر ما نکن، بار نکن ما را باری که ما نتوانیم او را تحمل کنیم. عفو بفرما ما را، ببخش ما را و مورد ترحم قرار بده که تو مولای ما هست. لذا فانصرنا علی القوم الکافرین. با کافرهای یهود و نصارا خدا ما را نصرت بده. این خاطر سروران گرامی چه خدای مهربانی انواع و اقسام عبادت را به ما آموزش داد. حتی در پایان مغز عبادت را که خواستن و دعا کردن است الله تعالی در این سوره بزرگ به ما آموزش داد. مغز عبادت نه اونجا دستور بود که بگیم من شما را عبادت میکنیم. انواع و اقسام عبادت های به ما تعلیم داد، حتی مناسحات، معاملات، همین که انسان معامله کند و مکتوب کند این عبادت است. حکم خدا را اجرا کردن عبادت است. نکاح کنه، طلاق بده و بعد از طلاق حقوقش را ادا کنه، همه عبادت است. تمام احکاماتی که در سوره بیان شد اینها عبادت نه. قصاص عبادت ہے. اون حاکمی که قصاص میکند او را ثواب هایی میرسه که بزرگان نوشته کردن در روایت که حد و مرگی ندارد. از یک اقامه حدود خیلی ثواب گیرد. هر حکم خدا را رعایت کردن سروران گرامی این عبادت است. خب در عبادت ها کمی و کاتی میشه، در پایان دعای معذرت خواهی را آموزش. الله تعالی توفیق عمل عنایت. و آخر دعوانا ان الحمد لله.